قانونگذاری غیر مستقیم، یعنی اصلا بچم نمیفهمه که من دارم براش یه قانونایی تو زندگیش میسازم. به خودش میاد میبینه اتوماتیک داره همه حرفای منو گوش میکنه. مسواکشو میزنه، سر تایم میخوابه، سلام میده، فحش نمیده. اما چطور من این قانونگذاری رو ایجاد کنم؟ به صورت غیر مستقیم و با ساخت عادات با استفاده از مسیرهای عصبی. هرچی یک رفتار بیشتر تکرار بشه، احتمال اینکه دوباره در آینده انجام بشه بیشتر میشه، چون این تکرار باعث تقویت مسیر عصبی مغز میشه و اون کار رو به عادتی تبدیل میکنه که در روانشناسی بهش میگن قانون اثر. و این عادات مانند نخی هستند که با کنار هم قرار گرفتن تناب محکمی رو ایجاد میکنه که امکان نداره چیزی بتونه پارش کنه، مگه اینکه خودمون بخوایم.